یوسف نام مرد عضو شورای ارباب، شخص نیکدل و پارسا که در اغوای ضد عیسی شرکت نداشت، از پیلات اجازت بگرفت که جسد عیسی را تا در رسیدن روز شنبه به خاک بسپارد. گوش کنید. من نصف دولتم را به گدایان میبخشم. خواهش میکنم، ولی زود که روز شنبه در میرسد میرویم.